رهیابی ایشان بر ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه الله هر کی را خواهد رهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای الله و هر خیر را که بدهید به شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. خیرات به نیازمندان داده شود که در راه الله محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخص بیخبر از حالشان از سبب خویشتانداری ایشان فکر می کند که توانگر اند. ایشان را از سیمایشان می شناسی. ایشان مصرانه از مردم سوال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقا که الله و آن داناست. آنهایی که دارایی خود را در راه الله شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. بر ایشان نه خوفی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند.